بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، با یاری الله سبحانه و تعالی و توفیقش درس امروزی ما شرح شکننده های اسلام یا با اصطلاح عربی شرح نواقض الاسلام می باشد. و چنانه که ما در درس های گذشته کفر و قسم های آن و کفر اکبر و اصغر و تقسیم بندی که اهل علم گذاشتن بیان کردیم و همچنین نفاق که منافق اکبر و اصغر می شود. نفاق اکبر و اصغر این را هم با دلیل های قرآن و سنت با فهمش سلف امت بیان کردیم. و حالا باشد با یاری الله سبحانه و تعالی درس نوبتی ما این شکننده های اسلام که یکی از درس های مهمترین می باشد. ما باید بدانیم که چه خیلی که کلمه شهادت که وقتی که ما اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، وقتی این کلمه را ما تلفظ کردیم به اسلام داخل شدیم و این را همچون کلید داخل شدن به اسلام گرفتیم برای خود و بدانیم که هر یک وقتی که در دین در آمدن باشد همچنین برآمدن هم موجود دارد و چنانه که هر یک خانه درآمد دارد و برآمد دارد. خب از همین جهت وقتی که ما با این کلمه توحید، کلمه شهادت، خیلی که شرطهایش را ما شرح و توضیح دادیم، با این درآمدن با اسلام باشد، آنجا شکننده های اسلام هست که کسی که گرفتار می شود پس از اسلام خارج می شود و از درهایی که داخل شده است بیرون می شود و خارجی اسلام می گردد. از همین جهت علم ها البته به دو تقسیم می شود. اون علمی که خاصتا ما تا این دم سلسله درس هایی که عقیدوی که دانستنش برای هر یک شخصیت مسلمان فرض عین است، پیش از نماز است، چرا که توحید و احکام توحید این خود کلمه لا اله الا الله است و این کلمه لا اله الا الله پیش از نماز و روزه و زکات و حج و دیگر عبادت ها می باشد. از این سبب خیلی که گفتیم هر یک چیز شکننده دارد. مثلا روزه شکننده دارد که در از صبح تا شام خوردن نوشیدن یا همخوابه شدن، این شکننده روزه می باشد. و همچنین نماز شکننده دارد، طهارت شکننده دارد و هر یکی ما شکننده های طهارت، شکننده های نماز و روزه را شاید بر وقت مدت زمانی است که آن را ما میدانیم، اما اکثریت باعث افسوس است که از این مهمتر و علمی که از آن فرض عینتر و تمام عبادت ها به سبب ندانستن این شکننده اسلام همه برباد و نیست و نابود گشته، انسان از دایره اسلام خارج می شود. این ندانستن چی؟ ندانستن شکننده های اسلام است. اگر انسان طهارت و شکننده های طهارت را نداند فقط طهارتش باطل می شود و نمازش بیکار می گردد وقتی گرفتار شد. و اگر به شکننده های ویران کننده های نماز گرفتار شد پس همان نمازش باطل می شود، دیگر نمازهایش نه و دیگر عبادتهایش نه، به حال خود باقی می مانند اگر خالص برای الله به جا آورده باشد. اما اگر شکننده های اسلام را یکی از آن را کسی گرفتار شود، نه فقط طهارت بیکار می شود، نه فقط نماز، بلکه اسلام از سرش تا آخرش، از کلمه شهادت که او تلفظ کرده بود و داخل اسلام شده بود تا آخران خردترین عملش همه بیکار و برباد گشته، از دایره اسلام خارج می شود و اون انسان اسمی کفر و ردت یعنی کافر مرتد می گردد. ببینیم که این مسئله بسیار مسئله مهم است، باید ما بدانیم و این علمی است که تعلیم گرفتنش فرض عین است. خیلی که گفتم از این لحاظ در این مسئله خاصتا اهمیت خاص داده شود تا اینکه این درس و مهم بودن این درس را بفهمیم و کسانی که بیخبر هستند باز برسانیم و اصلاح حال خود گردانیم. اصلا کلمه نواقض این جمع ناقض است که معناش چی است؟ یعنی باز کردن، کشودن را در لغت معنی داد میکند. یعنی آن چیز یک چیز را کشودن، عرب ها میگن که نقض الشیء نقضا، یعنی یک چیز را کشود. وقتی بعد از بسته شدن یک چیزی اگر کشوده شود آن را چی میگن؟ ناقض است میگن. در اصطلاح شریعت در
شریعت اسلام این ترمینی شرعی که یعنی که این لفظ شرعی که به معنای نواقض یا ناقض است چی معنی دارد؟ فاسد کننده های اسلام که هرگاه کسی به یکی از آنها گرفتار شد اسلامش فاسد میگردد. یعنی اسلامش چیزی که گفتیم نقض یعنی فاسد کشاده از بین می رود. فهمو اسلام اگر یک گره باشد، یک بنده باشد، یک بسته باشد، پس آن بسته را میکشاید و از دایره خارج میشود انسان. و کسی به عمل یا به قول یا به عقیده از شکننده های اسلام گرفتار که شد، عملهایش همه باطل شده، انسان داخل کفر میگردد، از اسلام خارج گشته و اون شخص اگر توبه نکرده از این دنیا گذرد، گرچنده که خود را مسلمان پندارد هم گرفتار شونده یکی از شکننده های اسلام انسان را ابدالابد در آتش دوزخ میگذارد. الله همه ما را نگه دارد. اما اینجا مهم این است که ما باید بدانیم نواقض الاسلام گفتیم یعنی ناقض خیلی که گفتیم معناش فاسد کننده و بیکار کننده اسلام است که کسی به یکی از آنها گرفتار شد اسلامش چی میگردد؟ باطل میگردد. چرا که در مصباح در کتاب مصباح المنیر میگویند در کتاب اهل لغت نقض الحبل نقضا یعنی یک ریسمانی رو کشود. پس از همین جهت گفتیم نواقض اسلام یعنی شکننده های است که احکام شریعت این از کسی به یکی از آنها گرفتار شد و مرتکب شد اسلامش فاسد میگردد، بالکل اسلامش فاسد گشته از بین می رود. و این را باید بدانیم که معلومات دیگر در این بابت پیش از اینکه شکننده های اسلام را بیان کنیم بدانیم که اصلا شکننده های اسلام اکثریتش در بابت الوهیت الله هستند یا در بابت ربوبیت و همچنین در بابت پیامبر صلی الله علیه و سلم و غیره داخل دارد. یعنی در این موضوع ها کسی که با یگان شکننده اسلام که گرفتار می شود پس از دایره اسلام خارج می گردد. اینجا سوال برمی آید که چرا چه خیلی که گفتیم مانند شکننده وضو، شکننده طهارت، شکننده عهد و اتفاق و غیره ها همه شکننده هستند، چرا ما بسیار شکننده نماز و روزه و شکننده طهارت را میدانیم و اکثریت شکننده نواقض یا شکننده اسلام را نمیدانند؟ چرا که این کار دشمن است که دشمن حال ما را به چنان حالت تبدیل نمود که از دین ما را دور کرد، از حقیقت دین ما دور کرد تا اینکه مردم مسلمان با کفر و شرک و با عملهای شکننده اسلام گرفتار شده از دایره اسلام خارج شوند. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن می‌فرماید که ولا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، یعنی که او کافرها شما را جنگ نمیکنن، آنها جنگ میکنند برای اینکه ما را از دینمون بازگردانند. ولا يزالون يقاتلونكم، آیت این طور است ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، همیشه پیوسته بر ضد شما می جنگند تا اینکه چی؟ تا اینکه شما را از دینتون بازگردانند. یعنی جنگ فکری است، جنگ انفورماسیونی است، جنگ عقلی است، جنگ با طریق مثلا با طریق دروغ و فریب است و جنگ با طریق سلاح است. هر نمود جنگی که بر ضد اسلام کافر دارد و حتما برای ما را بازگرداندن از دین ما است. و چه خیلی که گفتیم وقتی که انسان کلمه توحید را به زبان آورد پس این عهد است، این پیمان است، این عهد و اتفاق یک عهد است، پیمان است که باید تو وقتی که به الله این کلمه را گفتی گویا که به عهد دادی، پیمان دادی، باید حقوق و لازمات ضروریات این کلمات را، این کلمه شهادت را باید به جا بیاری. هر کس و این اصل که اصل دین که کلمه شهادت است، توحید است، وقتی که چی کرد مخالف کاری را انجام داد که باعث شکستن اون کلمه از بین رفتن و تباه و بیکار شدن شد، این را چی گفتن؟ شکننده اسلام نامیدن. و اینجا ما
شکننده های اسلام رو به اذن الله که شرح میدهیم و پیش از شرح دادن باز مسئله دیگر هست که البته شکننده های اسلام زیاد است، خیلی که در 4 مذهبی اهل سنت در مذهب‌های فقهی گفتند که در باب فقه در احکام مرتد شکننده های اسلام را جو کردند و حالا نام این شکننده های اسلام را انسان میتواند که از تمام کتاب‌های 4 مذهب و از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت پیدا کند در بابت چی؟ احکام مرتد و یا احکام ردت. و شکننده های اسلام را زیاد وصف کردن عالم ها و اما 10 تا شکننده است که تمام آن شکننده هایی که عددشان هر گونه آمده اند در هر مذهب ها، همه آنها در این 10 تا اتفاق هستند، یعنی اجماع و اتفاق هستند، یک قول هستند، اختلاف وجود ندارد. از همین جهت 10 نواقض اسلام را خاصتا شرح داده می شود و همچنین علاوه بر آن نواقض هایی که در آن اجماع هست. و اما اینجا مسئله است که آیا جهل، یعنی که کسی که از لحاظ مثلا از روز جهل و نادانی به همین شکننده اسلام گرفتار می شود، یا از فراموشی یا از در حالت اکراه، یعنی که اکراه یعنی که وقتی کسی را مجبور میکنند او را در مسئله شکننده های اسلام آیا عذر شده میتواند یا نه؟ ما البته بدونیم که در شکننده های اسلامی که آن اجماع است، اتفاق است، گفتیم چخیلی که 10 تایی که شرح میدهیم، دانستن اینها در دین ضرورت است، یعنی که حتمی است، فرض عین است دانستنش. برای کسی عذر نیست، کسی که از هزل و شوخی گرفتار میشد به این و از نادانی گرفتار میشود و همچنین از این سبب ها اگر کسی که گرفتار شود عذر داده نمی شود، یعنی او را عذردار حسابیده نمی شود. کسی که از شوخی و هزل و از مسخره و بازی و از لحاظ ترس و از لحاظ جدی یا هزل از فرقی ندارد، خیلی که در شکننده های اسلام در آخرش شیخ الاسلام بیان میکنند. همچنین گفتیم که نادانی کسی که این مسئله ها رو نداند، ندانستن عذر نمیشد و از ندانستن کسی به شکننده های اسلام که گرفتار شد او را ما عذردار قرار نمیدهیم، بلکه ما در این چی هستیم؟ در مورد اکراه، یعنی که اگر کسی را مجبور کننده شود، دشمنی در دستش یک مسلمانی را گرفته است و او مسلمان را چنان عذاب سخت میدهد که طاقت فرسا از طاقت کردن نمیتواند و در آن حالت مقصد در حالت عذاب سخت او دیگر از طاقتش که بالا شد یکی سخن کفر میگوید، اکراه معتبر است این. و یا اینکه به مانند چی؟ به مانند به کشتن او اقدام میکند، او حقیقی است، جدی حقیقی او کشتنی است، او در دست سلاح هم دارد و سلاح را میگذارد، میگوید حالا میکشم این سخن را بگو. این مسئله ها بله در مسئله چی؟ شکننده اسلام در همین حالت، در حالی که قلبش لبریز ایمان باشد، اگر از طاقتش زیاد کشد در این حالت و حرکت میکند، خودداری کند از سخن کفر و عمل کفر، ولیکن در این حالت اگر دیگر تماما علاج نبود و طاقت کردن نتونست، در این حالت چی؟ عذرش نمیتواند، در حالی که قلبش لبریز ایمان باشد، یعنی با قلبش راضی نباشد. و همچنین چی؟ در این مسئله ما باید بدانیم که نواقض اسلام یعنی شکننده های اسلام عقیدوی هم میباشن، عملی هم میباشن. خیلی که مرجعه عصر، مرجعه ها میگن که نه این فقط چی؟ عقیدوی است، به قلب داخل دارد. کسی که با قلبش انکار کند یا اعتقاد کند بعد چی میشود؟ کافر میشود. اما اهل سنت و الجماعت این رو ما چی رد میکنیم که اهل سنت و الجماعت عقیده داریم که نواقض شکننده های اسلام گاه میشد اعتقادی قلبی است، به قلب داخل دارد، گاه به عمل داخل دارد، یک عملی است که کفری است، گاه به قول داخل دارد، به سخنی است که به سخن کفری است. به مانند عمل مثل نواقض هشتم، به مانند قول مثل نواقض شرک احکام دوم و مثل ششم نواقض که چی است؟ مسخره است. و اعتقاد که نواقض های باقی مانده. از همین جهت اهل سنت و الجماعت در این عقیده هستند که انسان کافر می شود، انسان را تکفیر کرده می شود وقتی که اگر اعتقاد کفر داشته باشد، یگان شکننده های اسلام را با عقیده و با قلبش با عقیدهش گرفتار شد یا با قولش گرفتار شد یا با عملی که به یکی از شکننده های اسلام گرفتار شد،
او انسان را چی کرده می شود؟ کافر گفته می شود. از همین جهت شکننده های اسلام فقط به عقیده دخل ندارد یا برای حلال نمودن و رد نمودن دین دخل ندارد. و این موضوع هم باید بدونیم که چه خیلی که در مسئله حلال و حرام میگن که اگر کسی که زنا رو مثلا زنا کرد، دزدی کرد، او گناه بدترین رو کرده است، با این کافر نمیشد انسان وقتی که اون رو حرام داند. ولیکن کسی است که زنا هم نمیکند، دزدی هم نمیکند، ولیکن همین زنا و دزدی و همین چیزهایی که الله حرام کرده است او را حلال میداند. یعنی حرام کرده الله را حلال دانستن، اگر چی که این گناه ها را اجرا نکند انسان کافر می شود. و اما نسبت این حلال دانسته اجرا کردن و حرام دانسته اجرا نکردن، این به این شکننده های دهگانه اسلام، به این نواقض اسلام اصلا ربط ندارد، دخل ندارد. این به حلال و حرام دخل دارد. این قاعده از همین جهت این هم رد برای فرقه های باطل از این علماهای درباری و از برای مرجعه و اینها رد است که آنها وقتی حاکمان طاغوت کافر را، دموکراتیانی که اهل شرک هستند، در دین دموکراتی هستند، در دین اسلام نیستند، آنها را وقتی که تکفیر کرده شد، کافر گفته شود، میگن که آنها حلال دانسته اجرا نمیکنن، همین را حرام میدونن و قانون الله را بالا میدونن. ما میگیم که نه، ای مرجعه های خبیث، ای کسانی که در عقیده باطل هستید، این حلال دانسته اجرا کردن و حرام دانسته اجرا نکردن و کردن، این به این شکننده های اسلام این تیمه، این موضوع اصلا دخل ندارد. یعنی که حلال شماریده اجرا کردن یگان در نسبت کفر شکننده های اسلام دخل ندارد. باید این مسئله ها رو وقتی که ما دانستیم به اذن الله که از عقیده اهل سنت و جماعت آگاه میشیم. و حالا ما به اذن الله که به قسم شکننده های اسلام به شرحش میپردازیم. شکننده یکم اسلام الشرک فی عبادت الله تعالی. یکم چه است؟ شرک در عبادت الله سبحانه و تعالی می باشد. و این شرک در عبادت الله سبحانه و تعالی را ما باید بدانیم که اصل مضمون شرک چی است و شرک به چند تقسیم می شود. به اذن الله که حالا شرح میدهیم. و دانستنش برای هر یک شخصیت مسلمان حتمی است و فرض عین است که بدانیم که شرک، این خاصتا شرکی که در شکننده اسلام است، این شرک اکبر است. شرک بزرگترین گناهی است. شرک بزرگترین و کلانترین گناهی است و بزرگترین ظلمی است. چنانکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الشرک لظلم عظیم در سوره لقمان. البته که شرک ظلمی بدترین است. و همچنین معنای شرک این است که عبادتی که حق الله بود، خاص برای الله باید صرف کرده میشد، او را برای غیر الله صرف کردن، خواه برای ملائکه، خواه برای پیامبر، خواه برای صالحان و اولیاها، خواه برای دیگر انسانها، خواه برای مردگان و زندگان، برای غیر الله صرف کرده شد، او چی حسابیده می شود؟ شرک حسابیده می شود. اون ذنبی که اون گناهی است که شرک، الله مغفرت نمی کند کسی که از این دنیا با شرک برود، ولیکن در این دنیا توبه کرد از شرک و دوباره کلمه شهادت را گفت، الله می بخشد. و یگان عملی را الله قبول نمی کند مادامی که انسان شرک دارد. بله انسان های هستند زیاد خود را مسلمان و صالح و به تقوا میپندارند، لیکن در اصل مشرک هستند، مرتد هستند، مثل رافضی ها و صوفی ها و کسانی که کی نباشد، در کدام ملت، در کدام زبان نباشد، شرک اکبر به جا میبرند، در اطراف قبرها طواف میکنند، طلب میکنند شفا و رزق را و غیرها. و یا اینکه شرک در حکم الله میورزند، مثل شرک دموکرات و غیرها. آنها خود را مسلمان، حاجی و به نماز و به تقوا و رشدار و زنهایشان به حجاب و غیرها، حتی نماز شب میخوانند، ذکرهای فراوان بیشمار، ولیکن یگان عملی صالح قبول نمیشد برای انسان وقتی که شرک است، بلکه اون انسان از دایره اسلام خارج شده، همه عملهایش باطل میشد. و به این مسئله حالا اون دلیل میبریم. الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 65 میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. الله سبحانه و تعالی در این آیات میفرماید که به تحقیق ما وحی کردیم، یعنی وحی کرده شد به سوی تو ای پیامبر، به سوی تو وحی کرده شد و به سوی پیامبرانی که پیش از تو بودند
لئن اشرکت، ای پیامبر اگر شرک آوردی تو، ببینید حتی در اینجا خطاب به نهایت با دقت گوش کنید که خطاب اینجا با پیامبر صلی الله علیه و سلم است که و حتی گفت مثلا، یعنی به طرز مثال، به طرز فرضاً اگر شریک قائل شدی، تو شرک آوردی، جمیع عملهایت توی پیامبر، جمیع عملهایت تباه شده و از جمله زیانکارها خواهی بود. و این آیت بیانگری اون است که سبحان الله، ببین اگر انسان از جمله پیامبران بود، مثل پیامبری بهترین که محمد صلی الله علیه و سلم است، اگر فرضاً به طرز مثال اگر مثلا تو هم شرک بیاری، تمامی عملهایت حبطه میشد. پیامبر به تقواترین انسان هم، صالحترین انسان، بهترین پیامبر، جنت رو الله وعده داده است، گناه اولین و آخرین شما الله بخشیده است. ولیکن در این آیت گفت که اگر تو هم به طور مثال اگر یک شرک آوردی، بدون که تمامی عملهایت حبطه میشه. بله، شرک حبطه کننده عمل است. این آیت دلیل بر آن است که بله باید ما بدانیم که انسانی که شرک آورده است به الله، او اصلا یگان عملهای صالحش فایده نمی کند، همه حبطه است. لذا الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر هم میفرماید که شرک را الله هیچ جا نمی بخشد. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. در سوره نساء آیه 48 الله میفرماید البته الله سبحانه و تعالی را کسی به او شرک آورد، او را نمیبخشد الله، و غیر از آن، یعنی غیر از شرک، برای کسی که خواهد هر گناهی را که خواهد میبخشد. و هر کس که به الله شرک آورد، یقینا او چیکار کرده است؟ گناه بزرگی را، یعنی تهمت بزرگی را به الله بسته است. پس از این آیت، این گناه بزرگی را برای خود بافته است و ساخته است، این آیت برای ما بیان میکند که بله الله مغفرت نمیکنم. گفت الله وقتی که میگوید مغفرت نمیکنم، پس این سخنهایی که هستند، میگن کسی که با شرک رفته است از دنیا، میگن رحمتی، جایز نیست. چرا که الله مشرک رو رحمت نمیکنه، خواه پدر مادر ما باشد، خواه خشته بار ما باشد، بابا اجداد ما باشد، کسی نباشد، فرق نیست. وقتی که با شرک اکبر از دنیا گذشته است، تمام. به او دیگر اصلا امیدی که دارن، ها امید است که از الله مغفرت کننده، الله جمیع گناه ها رو مغفرت میکند. بله، جمیع گناه رو مغفرت میکند، لیکن الله خودش گفت که من مغفرت نمیکنم. الله وعدش رو خلاف نمیکند. الله مشرک رو مغفرت نمیکند. مشرک ابدالابد در دوزخ میرود. از همین جهت وقتی که شرک آورد و از دنیا توبه نکرده، از دنیا گذشت، پس او را ما میگیم که او مشرک از دنیا گذشت، ابدالابد در دوزخ باقی میماند. شکی نیست در این موضوع حتی. خب، و از همین جهت الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 72 هم میفرماید که لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. الله سبحانه و تعالی گفت به تحقیق کافر شدن آنهایی که عیسی ابن مریم را اله گفتند. و عیسی ابن مریم گفت که ای بنی اسرائیل، الله را عبادت کنیم که رب من و رب شما است. من را عبادت نکنید، رب من و رب شما اون الله است. بیگمان کسی که به الله شرک آورد، جنت برای او حرام است، او جایگاهش دوزخ است. ببینید الله جنت را حرام کرد و جایگاه این خیلی شخص ها را دوزخ گفت. و ما للظالمین من انصار، و برای ظالمان یاور یاردمچه وجود ندارد. و از این آیت هم ما فهمیدیم که بله شرک را الله نمی بخشد، و کسی که شرک را حتی اکبر است، اصغر است، الله نمی بخشد. چرا که شرک را اینجا با لفظ نکره ذکر کرد و با لفظ مطلق ذکر کرد. وقتی که لفظ مطلق ذکر کرد، دلالت بر آن میکند که الله سبحانه و تعالی کسی که کدام نمود شرک را آورد، شرک در الوهیت، شرک در ربوبیت، شرک در اسماء صفات، شرک در حکم الله، شرک در کدام نمود از شرک را کسی که مرتکب و گرفتار شد، الله سبحانه و تعالی او را نمیبخشد و الله مشرک را به جهنم داخل میکند و ابدالابد باقی میماند.
مثل اون گناههای دزدی و عرق و قمار و دیگر گناههای نیست که به مقدار گناهش بسوزد اگر الله کی خواست سوختنش را و سپس عاقبت به جنت داخل شود، بلکه مشرک ابدالابد در دوزخ باقی میماند. و ان شاء الله که در درس آینده ما که شرک اکبر، ما باید بدانیم که شرک اکبر به 4 قسم تقسیم می شود. ما باید آن یعنی که شرکی که به 4 تقسیم میشه شرک اکبر با تفصیل ان شاء الله برای شما بیان میکنیم. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.